اگر ایمان و عمل صالح انجام دادید سه چیز خدا به شما میده. یک، لیستخلفنهم فی الارض، خداوند به اونها چی میده؟ خلافت میده در زمین خلافت میده، نه حکومت میده. بر عرب و عجم اونها حکومت میکنن. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی، دین اونها را قدرت میدن، یعنی دین اونها حرف اول را میزنن، قدرت مال دینشون میشه، دین اسلام. و سومی، خوف تبدیل به چی میشه؟ امن میشه، که هر کسی از دورترین شهر به دورترین شهر بره، هیچ کسی نمیتونه چپ بهش نگاه بکنه. این وعده هست. قبلا بگم یک تفسیر نادرستی بعضی ها میکنن، چون اگر این آیه را درست تفسیر بکنیم از این آیه چی لازم میاد؟ این وعده را خداوند محقق